رسوایی جدید غزال نایت با مادرش در ترکیه و افشای رابطه جالب غزال نایت با آریانا سعید و جشن سال روز تولد مادر غزال نایت در کانادا. غزال نایت برای مادرش چی تحفه گرفته بود؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با کانال من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. غزال نایت یک تن از هنرمندان جوان، موفق و تازه کار کشور نی، بلکه از جمله هنرمندان سابقه دار کشور است. بیشتر از یک دهه می شود غزال نایت برای هنر موسیقی افغانستان خدمت می کند. وی در اصل از ولایت زیبای لغمان ولی بزرگ شده ولایت کابل تحصیلات دوره لیسه و دانشگاه را در افغانستان به پایان رساند. غزال نایت کارهای هنری خود را در سال 2006 در افغانستان آغاز کرد و در آن زمان با سرودن آهنگ‌های دوگانه با نظیر خارا خوب می درخشید. غزال نایت کارمند کابل بانک بود. بعد از فروپاشی این بانک وی مقدار انگفت پولهای کابل بانک را با خود به کشور کانادا انتقال داد. غزال نه تنها هنرمند خانواده‌اش است بلکه دو خواهر دیگرش هم از جمله هنرمندان خوب کشور هستند. غزال نایت در کشور کانادا با خانواده‌اش زندگی می کند. وی در آنجا هم به کارهای هنری خود ادامه داده است. 2 روز قبل سال روز تولد مادر غزال نایت در کشور کانادا بوده است که وی برای مادرش در سال روز تولدش انگشتر الماسی به ارزش $50,000 آمریکایی خریداری کرده بود. بیان کرده است مادر من 60 ساله شده است. اگر مادر غزال 60 ساله باشد پس غزال نایت چند ساله است؟ شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقه‌مندان غزال نایت به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درود دیگر، بدرود.